همدیاران عزیز سلام علیکم. امروز 14 اپریل سال 2025 قرار داریم در محله اوچ قلچه‌ای ناحیه بابوجان غفوروفی ولایت سوخت و به شما نشون میدم شفتالو زور رو، باغ شفتالو رو و طرز بریشش رو. طرز درستی بریش شفتالو منه کوسه شکل هر کس هر خیلی میبرد، نه که همین کوسه شکلش معقول‌تر. کوسه شکل چی گفتنی معنا؟ کوسه دمو بینش خالی منه دیدید اون بین رو کوسه شکل و نودارا کلتا کده موندگی شفتالو من همینجا بسته سالکای شفتالوهاش کم میبندد، یعنی که نودارا کم موندید کم میشود حاصل، نه که حاصل سوپر میشود کلون غلظ. این شفتالو نباشد 7-8 ساله هستند. طرز بروش بینید که تنه کنده کبود برای چی؟ تنه کنده دا اینا زمستان اوهک و دهن فرنگ یعنی میدنیکو پراست رو اومخته کرده مویه بردوسی یعنی میشود مویه بردوسی زدگی. مویه بردوسی برای چه خدمت میکند؟ برای جینجک نزدن برگ ها، برای کسل نشدن شفتالو عموما تمامی درخت ها. و بینید شفتالوهایش رو که یگان برگ این شفتالو جینجک زدگی نه، برگایش تازه آزاده، یگان حشرات نخورده است، یگان کسلی ندارد، چون که دلشان به شفتالو به باغشان میسوزد و نگاه میکنن شفتالو زورش رو. من هم دویران عزیز بینید خیلی باغ خوشروی ها. شما هم اگر باغ کردن شوید انم خیلی خوشروی کنید، انم خیلی نگاه بین کنید، انم خیلی به شکل درارید، انم خیلی بریش کنید، انم خیلی دروها زنید، آب و آذوقه‌اش رو تیید. انا بینید بیخی هر یک تاشو پرو پرتفتگی وقتی که آب دادن همین پرو مزهش بیخی همین شفتالو ها میرود. دیدید یعنی که از شفتالو اگر 100 سومون گیرن برگردانده 20 سومش رو به شفتالو میدهن در نمود آذوقه. منه دیدید شفتالوش رو میوه رو دیدید. همدیران عزیز من یک نورچه بود از شفتالو زور. شفتالو هم جویش بیاد پول زور میشود، وقتش بیاد پول زور میشود. یک میوه که هر روز آدما میخورن، این میوه خوشخور است. در پناه خدا باشید همدیران عزیز، با همراهی گروه انگور و باغ باشید، تماشا کنید، اگر به پد پیست نگذارید.